رقابتی من مهم در این دور انتظار است استرافشان با اسخان ترسیلات پنچر خوجان و استقلال ریگارتا دست دو بار یک باب باخت روبرو گردید و معلوم میشود که حکومت جای حکومت دولتی نویدودکی باعث برای شده است که دستان نتیجه خوب نشون ندهد. سال میبینیم که یک بحث بزرگ است که آنها در سفر موفق نمیشوند و چگونه امکاناتی خوب بود برای جانب شریپов حرکت میکنه. جانب شریپов پس حالا انجام میشود خود جانب شریپов ضربه بسیار در دقیقه نهم رقابت گشاده شد ولی در حمله بسیار خوب بازی میکنند. او همراه با بختیار عظیمov اندر بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان دوم از شهر اسلامی ایران برگشتن استقلال است. ادامه حمله دسته ارتش جانب شریپov پس بسیار خوب ضربه زده میشود و حساب 2 بر 0 نمود. چگونه پس و تو با یک رسیش تو برای بازیگران تیم ارتش کواسیم پرتابی او میگذارد و جانب یک شریپov با هم امکاناتی بسیار خوب ضربه و گل. 3 بر 0 اما آفساید. باز یک ادامه حمله دست ارتش و یک امکاناتی خوب و نهایت بعد از یک دقیقه گل سوم فوتبالبازان تیم ارتش هم زده میشه. تمام شانس فاصله و فیضان دولت افرادیدن ممکن است در تیم مربی ارتش. پرتاب خوبی دیگر و امکانیت رو میبینیم در جریمه گل. ضربه با سر اجرا میشود. سالی تو با جریمه گل و عبدالخلیق برا به فالو میتواند خطری کند اما ضربه او وردی دروازه نمیشود. آفساید امکان داد که از خط از این رو صحیح شود. دومای حمله بازیگران تیم ارتش پرتاب خیلی بلند و ضربه زده میشود. در بازی امروز بیننده عزیز برای من اصلا نوفهمو هست. یک امکاناتی خوب برای دسته کوکتاش بیا توجه میکنیم. ضربه رو انتظاریم اما شهرت جانش بوتاєв ضربه زبورد. محمد یوسف عبدالقادر شما موفق نشد و یک ضربه دیگر در مسابقه فوتبال آسیا بازی کند. امکانات برای دسته کوکتاش فرصت بسیار خوب و این دویمین ولی داور هیچ اشاره نمیکند در این لحظه اما تو برای بازیگران تیم ارتش ضربه تیم ارتش و یک وضعیت خوبی دیگر در زبان کوکتاش. پرتاب خیلی بلند اشتراکی فوتبالبازان دسته کوکتاش و یفاف جانگاتن در زبان را فیدر داده میتواند بله ضربه زده میشود اما بیا توجه میکنیم و ادامه حمله فوتبالبازان دسته ارتش و گل. دقیقه 82 ببینید چگونه ضربه زده شد در زبان همین دفعه نتوانست یونس دادن. پس یو با جریمه گل بسیار عالی. ضربه رو انتظاریم و حساب 5 بر 0 اما آفساید رو حساب کرده می شود. میفهمونند و توار اینجا آفساید بود یا نه گل است. حساب کرده می شود گل بازیگران دسته ارتش مقابل اولین غلبه کلونی دسته ارتش در موسم امسال و وقت به انجام میرسد تیم ارتش غلبه نوبتی خود را به دست میآورد و موقع خود را در